به این کلمات نگاه کنید، جملات زیرش هم بخونید. شما همیشه اینو باهاش مشکل داشتید، confused می شدید. quiet، ساکت، آرام. این یه صفته، 2 تا syllable داره، 2 تا بخش داره. 2 syllables. quiet. Please be quiet. اون یکی چیه؟ چی؟ quite. quite. تقریباً. It was quite a long time ago. آخری چی؟ quit. quit یه وربه، یه فعله به معنی ترک کردن. خب بریم ببینیم اینا چی هن و چرا همیشه باشون مشکل داریم.